خب عزیزان، با درود فراوان. بله، لایف گن عرض شود که با عرض ادب و درودهای فراوان به همه هموطنان عزیزم در داخل کشور و خارج از کشور، عرض شود که من برای سال 2023 این آخرین پیامی است و آخرین نواری است که پر میکنم برای هموطنان عزیزم در داخل ایران از طریق ساتلیت. روز 23 باید داد احتمالاً برای هموطنان عزیز در ایران پخش باشه، ولی خب برنامه رو من الان لایف برای شما میذارم و دوستان در ایران به قول معروف چون وقتشون تنگتر از ماست اینجا دنبال نون و گوشت و آب و نمیدونم از این صحبت ها هستن. البته نه همه، ولی عده زیادی در ایران مشکلات فراوانی دارن از نظر مسکن، از نظر تأمین مواد غذایی و به اصطلاح حتی اون هزینه هایی که مثلا برای فرزندانشون باید خرج بکنن، لباس و نمیدونم وسایل مدرسه و تفریحات سالم و از این چیزها، مشکلات عمده در ایران هستش و ما این رو میدونیم. من برنامه امشب رو به 6 قسمت راجبش صحبت میکنم و بعد مهمترین قسمتش که همون گروه کار هستش، دادستانی کل کشور شاهنشاهی ایران رو یه توضیح میدم که چه برنامه‌ای من دارم. البته با دوستان در میون گذاشتم این مسئله رو و به اصطلاح مشاوره کردم. درود بر شما عزیزان. خواهش میکنم دوستان یه چیزی بنویسین که من ببینمتون، من نمیبینم دوستان رو. دوستان در فیسبوک دوستانتون هم اینوایت بکنید. من عادت ندارم که مثلا زیاد تبلیغ بکنم، پخش میشه نوار به اندازه کافی میبینن. رو ساتلیت هم از ایران زنگ میزنن روی این شماره لندن و من متوجه میشم که خیلی زیاد در ایران میبینن. حتی من پریشب داشتم با یه نفر تلفنی صحبت میکردم، گفتش که دیشب برنامه شما رو داشتیم نگاه میکردیم، یعنی که همه میبینن تو ایران، اونایی که باید علاقه‌مند به کار سیاسی هستن. اول در مورد مسئله آقای ابراهیم رئیسی و مسئله دولت حماس که قدرت نظامی و سیاسی رو در نوار غزه در دست گرفته به نام فلسطین، ملت فلسطین، کشور فلسطین. باید خدمتتون عرض بکنم که همونطور که اخبار نشون میده اینها در حال شکست هستند و حاضر شدن که تسلیم بشن و فقط امان نامه بگیرن، نکشنشون. یعنی سران حماس و به اصطلاح خب اینجا یه اشکال پیش اومد. من فیسبوک رفت بیرون، ولی شاید بتونم اینستاگرامم نه، ولی فیسبوک حتما این رو من میذارم که دوستان ببینن. حالا نوارش میذارم دیگه. دوستان در یوتیوب هم الان داره لایف پخش میشه. این روز بدین شاید تونستم کاری بکنم. بدینش خب عرض شود که همونطور که دیدید اینها به قول معروف اینا رو لخت کردن و خودشون هم میخوان تسلیم بشن. آقای رئیسی، اول وزیر امور خارجه ایران، ایشون رفتن و گفتن که به اصطلاح باید آمریکا اگر دست ور نداره، ما ببینید دو حادثه مهم داره اتفاق میفته. حادثه اول این هستش که اوکراین در حال شکسته به خاطر اینکه آمریکا توانایی مالی نداره پرداخت بکنه. چون من با آمریکایی‌ها سر کار دارم و در جریان زندگی خصوصیشون هستم و
میدونم که از نظر مالی چجوری آمریکایی الان دارن زندگی میکنن. اجازه بدید من بزنم لایف برم دوستان ببینن توی فیسبوک. و در واقع آمریکایی‌ها مشکل مالی فراوانی دارن الان در حال حاضر و این مشکل مالی که اینها دارن، من اینه کمی ذره صاف بکنم که دیدم بهتر میشه. هر شود که مشکل مالی دارن و هم به خاطر این هستش که اکثر اینهایی که در ارتش آمریکا هستن از خانواده‌های ضعیفن و این پولی که میگیرن دو بار در ماه پول میگیرن. سربازای آمریکایی یه بار در اول ماه بهشون میدن، یکم ماه میدن و یه بارم در آخر ماه بهشون میدن، یعنی 2 بار حقوق میگیرن. $1300 اول ماه بهشون میدن، $1300 هم وسط ماه میدن، $2600 و هزینه مسکنشون رو در آمریکا و در خارج از آمریکا پرداخت میکنه ارتش آمریکا، میگن گاورمنت. بعد اتومبیلاشون هم هر جای دنیا باشن براشون حمل میکنن، اساس خونهشون هم همچنین. و وقتی هم که برمیگردن به آمریکا، قبلا این اساسی‌ها رو میفروختن برای اینکه ارزش داشت و چوبای خوب نفیس بود و اینا میفروختن، تخت و مبل و نمیدونم ایناشون رو میفروختن، مبلاشون مخصوصا در ایران هم این کارو میکردن و به اصطلاح پولش میبردن. ولی الان چون ارزش نداره و خودشون هم درآمدشون کمه، اینها رو با خودشون برمی‌دارن میبرن آمریکا و ارتش آمریکا هزینه اتومبیلشون رو، مبلشون رو میده و اینا چون پول به خانواده‌شون میدن مشکل مالی دارن فعلا در حال حاضر اکثر آمریکایی‌ها و پول اوکراین رو ندارن بدن. رقم خیلی زیاده، 240 میلیارد خواستن و 240 میلیارد بودجه 2 سال کشور ما هستش. به همین دلیل هستش که مثلا اوکراین به زودی به خاطر فشار، الان آقای پوتین هم پیشنهاد کرده که همین امشب که بیان تسلیم بشن و راجب به اصطلاح اوکراین به اصطلاح بشه اوکراین شرقی، اوکراین غربی، مثل آلمان شرقی. ولی شما میدونید این تقسیم بندی های سیاسی ارزش نداره و بعد هم همونطوری که ما ایرانی ها الان تقسیم بندی انگلیس ها رو قبول نداریم، اونها هم اروپایی هم قبول ندارن، آمریکا هم قبول ندارن و یه زمانی میرسه که پوتین بعد از پوتین دوباره اون مشکلات مالی و ضعف سیاسی، نظامی، نمیدونم اقتصادی، اینا همه یهو میزنه بیرون و مجبور میشن عقب نشینی بکنن. این همیشه اینطوری بوده. این دیکتاتورها مثل آقای صدام حسین یا محمد قذافی، البته محمد قذافی من اینم شما بگم ایشون من بزرگترین منبع آب شیرین کنه جهان رو درست کرده بود که اصلا که به اصطلاح کشورش تبدیل بشه به کشور سرسبز، که آمریکایی‌ها اومدن کوبیدن، یعنی نیروهای به اصطلاح ناتو اومدن کوبیدن و در واقع اولین جایی که زدن، یکی از اولین جاهایی که زدن تو چند روز اول همین به اصطلاح کارخانه آب شیرین کنی بودش که بزرگترین آب شیرین کردن جهان بودش. در مورد ایران هم یه همچین اهدافی دارن به اسم مسائل اتمی، میخوان بیان نیروگاه‌های اتمی ایران رو بزنن و پل‌ها رو بزنن، سدها رو بزنن و در واقع ایران رو برگردونن به 50 سال گذشته. یعنی الان که ما 50 سال عقب هستیم، 50 سال هم ببرن عقب بشه 100 سال. این تصمیم گیری ملت ایرانه که چجوری با این گندی که زده ملت ایران و انتخاب جمهوری اسلامی، انتخاب جمهوری اسلامی مثل انتخاب آقای بایدن میمونه یا انتخاب آقای پوتین میمونه. من میتونم بگم که از دید من حالا ممکنه یه دید دیگه داشته باشن، کسانی که در ایران در به اصطلاح در روسیه یا فرض بگیرین که در فرانسه میرن آقای مکرون رای میدن، اینا همه شبیه همن، یعنی هیچ نوع شناخت سیاسی درست حسابی ندارن. فقط میدونید چجوری به شما میگم، یعنی من مثلا یه رأی دارم برم رأیام بدم، ولی در واقع این رأی که میدن به ضرر خودشون هم در نهایت میشه. مثل همه اینایی که به آقای رئیسی رأی دادن، همه اینایی که به آقای روحانی رأی دادن. آقای رئیسی میگه این دزدی‌ها در زمان آقای روحانی شده، آقای روحانی میگفت در زمان آقای احمدی نژاد شده و هر کی میندازه تقصیر اون یکی و هیچ کی قبول نمیکنه که اشتباه کرده و این مملکت رو به این روز آوردن که انداختن که الان انداختن. و همین دلیل هستش که من معتقدم که شرایط بسیار حساسه، بسیار حساسه. اون حالتی که مردم نمیدونم جشن بگیرن، عروسی بگیرن، عرض شود که
چه میدونم مراسم عید رو میخوان برگزار بکنن، اینا حق مسلم هر جامعه یا مردمه، ولی اینها ما رو از اون مطلب اصلی، یعنی حمله به ایران و نابود کردن به اصطلاح اون زیربناهای اقتصادی کشور جزء برنامه غرب قرار گرفته و میخوان که مشاور نظامی من گفتش که آقای موتی قبلا کنسسیون 35% به ایران میدادن و نفت رو میبردن، الان هم میخوان یه همچی کاری بکنن، یعنی بیان بگن به جای 35% میگن ما مثلا 25% میدیم، چین و روسیه 15% میدن، ما 25% به شما میدیم و نفت دیگه اختیارش از دست ملت ایران بره. این اگر یه همچین مسئله بشه که الان شده، در حال حاضر چین و روسیه دارن میبرن و نفت رو به اصطلاح تی میفروشن، یعنی تانک تو تانک، یعنی میارن توی دریا یه تانکر 4 میلیون بشکه‌ای میاد و تانک نفت ایران رو درود بر ایزان. خوش آمدید دوستانتون دعوت بکنید. برنامه لایف هم توی یوتیوب داره پخش میشه، من اینو کامera رو روشن کردم فقط دوستانی که علاقمندن ببینن و بعدم برای دوستانتون بفرستید. تی ایران این کار میکنه که از این تانکرهای خودش به تانکرهای دیگه توی دریای آزاد این نفت رو میفروشن به مبلغ خیلی پایین و گاهی وقتا حتی نقد، کاپیتان به کاپیتان پول نقد میدن و در واقع نفت ایران رو، پول نفتی که میفروشن به دست سپاه پاسداران و به دست تروریست ها یا دزدها میرسه، یعنی مسیر قانونی نداره. یه وضعیت بدی ملت ایران توش قرار گرفتن، فرار ایرانی ها به خارج از کشور وحشتناک شده. در آلمان تعداد زیادی ایرانی اومدن که به قول معروف من وقتی میبینم که اینا اونجا هستن معلومه که مثلا 2 هفته 3 هفته 4 هفته است اومدن، اصلا آلمانی بلد نیستن و بسیار مشکلات زیادی دارن. تو رستوران ها کار میکنن، توی نونپزی نونوایی ها کار میکنن و کارهای درست حسابی اونجوری هم در شهرهای بزرگ برای لیفرانتو کار میکنن یا برای دومینو، پیتزا دومینو، و یه وضعیت خیلی خیلی بدی شده. یعنی اینجوری به شما بگم من بسیار بسیار ناراحت هستم از این قضیه که الان به وجود اومده. میگه که یه جایی خوندم امروز میگه که وضعیت جهان اینقدر بد شده هیچ کس نمیدونه که چه کسانی در این جهان به اصطلاح اینقدر مشکلات مردم، در مثلا مکزیک که فرار میکنن میان به آمریکا، در آفریقا فرار میکنن میان به اروپا، یا مثلا در کره شمالی فرار میکنن میان به کره جنوبی، و یا مثلا افغانی ها فرار میکنن میان به ایران، همه در حال فرار هستن. و در این مطلبی که من خوندم نوشته که کسی نمیدونه که چه کسانی در دنیا خوشبخت هستن و این خوشبختی رو لمس میکنن و دیگه جمعیت 7 میلیاردی جهان جزو بدبخت ها هستن. این یک واقعیتی، یعنی من اینو با چشم خودم میبینم اینجا در اروپا، در لندن یا در آلمان. در لندن کسانی هستن که با اون حقوق بازنشستگیشون یه نون بخور و نمیری دارن ولی یه عده هستن که پنتهاوس هایی دارن که تو لندن 2-3 میلیون پوند قیمتش، یکی هم ندارن، 10 تا دارن، 15 تا دارن، 20 تا دارن. یعنی یک وضعیت خیلی عجیبی در دنیا به وجود اومده. در آلمان هم همچنین یه عده اینقدر پول دارن نمیدونن باهاش چیکار بکنن، یه عده شیشه های خالی رو جمع میکنن میبرن میدن مثلا 2 یورو 3 یورو، با اون 2 یورو 3 یورو مثلا مواد غذایی میخرن. یعنی وضعیت دنیا به هم خورده. ارتش آمریکا هم که از همون اول به شما گفتم وضع سربازای آمریکایی اصلا خوب نیست. البته من خلبان‌های آمریکایی که به اصطلاح اون هواپیماهای میلیاردی رو باش پرواز میکنن، اینا رو من وضعیت زندگیشون رو دیدم. اکثرشون خانم‌هاشون اتومبیل‌های خیلی خوب دارن و خودشون هم اتومبیل‌های خیلی خوب دارن و در واقع زندگیشون بد نیست، افسراشون و خلباناشون و درجه داراشون، ولی سربازا اصلا وضعیتشون خوب نیست. عرض کردم به خانواده‌هاشون هم کمک میکنن، پول میفرستن به کشورشون و این مشکل در تمام دنیا به وجود اومده و این مشکلاتی که در ایران هست یه جوری هم مثل مشکلات بین‌المللی و جهانی میمونه. یعنی کسی نمیدونه که این به چه شکلی راه حلش چیه و چه خواهد شد در آینده. هیچ کس نمیدونه. یعنی حتی اینجوری به شما میگم هیچ کس نمیتونه، حتی اروپایی هم نتونستن مرزبندی بکنن میگن ما خوشبختیم و آفریقایی ها بدبختن، ما خوشبختیم آسیایی ها بدبختن، ولی این مرزبندی ها به هم خورده و در واقع در تمام دنیا الان بحران وجود داره.
عرض شود که یه مستندی که میخواستم بگم در مورد آقای رئیسی هم عرض کردم که اعلام کرده که باید فشار بیاریم با آمریکایی‌ها و باید قبول کنن صلح، اگه نکنن ما این کار میکنیم، هیچ غلطی نمیتونن بکنن که نه پولشو دارن و نه قدرتشو دارن و نه جرأتشو دارن. اگه 17 تا کشور با هم همزمان حمله هوایی به ایران بکنن، مثل اسرائیل و همین فلسطینی‌ها میمونه که یه چند ساعتی تونستن مقاومت بکنن و بعد موشک‌ها یکی یکی خورد زمین و بعدم خسارت زیادی بالا آورد. در مورد آمریکایی‌ها هم به همین شکله و در مورد ایران هم به همین شکلی خواهد بودش. مسئله بعدی که میخواستم بگم در مورد مرگ میر جوانان هستش. این مسئله رو چندین نفر به من گفتن که از اقوامشون در ایران در سنین جوانی فوت کردن و دلایلش که من میپرسم اکثرا میگن که هیچ کس نمیدونه، یا سکته مغزیه یا سکته قلبیه یا سرطانه و یا اینکه مثلا عرض شود که بیماری های عصبی هستش، بیماری های تنفسی هستش و در واقع این وضعیت زندگی که الان ایرانی ها دارن به یه شکلی هستش که این مرگ به اصطلاح زودرس بهش میگن، یعنی که در سنین پایین زیر مثلا 30 سال بمیرن جوان. و این علامت سوال چرا؟ مشکلات اقتصادی هست، مشکلات آلودگی هوا هست، عرض که غذای غیر استاندارد میخورن و فشارهای روحی هستش و کمبود ویتامین و پروتئین برای بدن هست که در بچه ها و اینجا در آلمان هم همینطور. بچه‌هایی که در جنگ جهانی بزرگ شدن اکثرشون در سن پیر که میشن به اصطلاح توانایی راه رفتن و اینها رو از دست میدن و خیلی هاشون من میبینم که مثلا با سن پایین با چرخ حرکت میکنن، چرخ دستشون میگیرن، از این چهرهایی که شما تو ایران هم سالمندا میگیرن دستشون. شاید که این در ایران داریم مثلا پیش میاد و بعد از جمهوری اسلامی هم آثارش خواهد موندش، یعنی اینکه نیستش از امروز تا فردا بره. آلمان غربی برای اینکه به اصطلاح اون دودایی که آلمان شرقی با مواد سوخت به اصطلاح معدنی زغال سنگ در اون موقع در 30 سال گذشته، در 30 سال قبلش که در آلمان شرقی بود توسط روس‌ها استفاده میشد برای گرم کردن منازل و آب گرم، اونها تمام آلمان شرقی رو سیاه کرده بود و بعد اینا برای تمیز کردن، فقط تمیز کردن سیاهی ها 10 سال وقت میخواست که اینها رو بتونن رو سنگ‌ها. در ایران هم تهران هم همینطور سنگ‌های ساختمانی ساختمان هایی که در تهران هستن قدیمی ها رو نگاه بکنید رنگش برگشته و با میشورنشون ولی بعد 1 سال بعد 2 سال بعد دوباره همون رنگ برمیگرده و دوباره سیاه میشه. در واقع این مرگ و میرایی که الان در ایران هستش این به اصطلاح قابل تعمق هست و قابل فکر هستش و من نمیدونم که مردم ایران خودشون کجا میخوان ببرن، خودشون باید تصمیم بگیرن کجا میخوان برن و چی کار میخوان بکنن. نسل جدید که میگه که ما نه دولت رو نمیخوایم، حکومت رو نمیخوایم، اسلام هم نمیخوایم، ولی مشکل کسانی است که فقر فرهنگی دارن در ایران و این فقر فرهنگی در سنین پیری و اونهایی که میان سالی شدت دیده میشه فقر فرهنگی و یعنی اینکه با نظام مخالفن ولی با مثلا با امامان شیعه مخالف نیستن. این دو تا تضاد داره، اینا نمیشه با هم بگی که چجوری میشه که آدم با جمهوری اسلامی مخالف باشه ولی با امامان شیعه مثلا مخالف نباشه. جمهوری اسلامی هم امامان شیعه رو میخواد. بعد در مورد خانم محمدی و جایزه نوبل هستش که خواستم خدمتتون عرض کنم که گندی که این خانم هنرپیشه کردش و در مراسم جشنشون در مقابل چشم خانواده سلطنتی و یه از مهمونهای خانم گلشفته فراهانی به مهمونهای عالی قدر و عالی رتبه به اصطلاح کشور خودشون و مهمانهایی که دعوت کردن برای جایزه نوبل بدمستی میکنه خانم فراهانی و چیزی که من متوجه شدم که اکثر ایرانی ها میگن که چجوریه اینها دارن یه سازماندهی میکنن، یه دری که مردم اصلا نمیخوان، دوست ندارن و علاقه هم ندارن که وارد کار سیاسی ایران بشن
همه مردم پادشاه رو میخوان، ولی مثلا اینها میرن یه آدمایی مثل اینا رو لات و بوت و هنرپیشه‌های میتو، اینا ببینید اینا میتو هستن. خانم گل شیفته فرانی برای هر فیلمی که بگیره باید حداقل 2 بار 3 بار با هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها با کارگردان‌ها و بعد تهیه کننده ها بخوابه. میتو بعد از 20 سال 30 سال هر کدومشون شاید مثلا 100 دفعه 150 دفعه خوابیدن با اشخاص مختلف که برسن به ثروت و قدرت و بعد به ثروت میرسن و معروف میشن و بعد میان میگن که میتو. و در حقیقت که ما برای اینکه به اونجا برسیم، حتی در مورد مرلی مونرو هم در خاطراتش هستش که میره توی اتاق تهیه کننده و تهیه کننده میره اونجا که صحبت بکنه در مورد فیلمش، میگه تهیه کننده میگه فیلم چیه؟ تو اومدی اینجا من باید بخوابم. فیلم مسئله یه چیز دیگه است، اون رو باید با کارگردان تهیه چیز میکنه. اینجا اینطوریه و همونجا مرلی مونرو رو به اصطلاح روی میز باهاش همخوابگی میکنه. حالا اینا که از مرلی مونرو که گنده تر نیستن، همه اینهایی که هنرپیشه‌های ایرانی که میخوان برن توی هالیوود یا هنرپیشه‌های آلمانی یا هنرپیشه‌های خود آمریکایی، اینا اکثرا برای اینکه اونجا برسن با 100-120 نفر باید بخوابن در دوران 10 ساله 15 ساله 20 ساله کاریرشون و بعد از 20 سال بعد تازه بعد اینجوری میشن که بعد تازه متوجه میشن چه آشغالایی هستن و فاحشن، یه جوری فاحشن، یه قیافه‌ای دارن که ایشون هم من اصلا تیپ بنده هم نیستش، نه قیافه درست حسابی داره، نه سینه درست حسابی داره و نه تحصیلات درست حسابی داره و نه شعور درست حسابی داره. من برای کسان ایرانیایی که علاقه‌مندن در زندگیشون پیشرفت بکنن و به اصطلاح از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی پیشنهاد میکنم وقتی به یه مهمونی میرید و اونجا مشروب میزنن روی میز، من دیدم ایرانی‌ها بدمستی میکنن، اینشون تنها کسی نیست، خیلی از ایرانی‌ها دیدم که این کار میکنن، بدمستی میکنن. من پیشنهاد میکنم که شما قبل از اینکه به مهمونی برید روغن زیتون قبلش استفاده بکنید، بخورید، یه استکان روغن زیتون بخورید و بعد اون الکل جذب بدن شما نمیشه و به اصطلاح مست نمیشن. در دوران اعلیحضرت هم کسانی که در وزارت امور خارجه بودن، یکی از چیزاشون این بودش که وقتی میرید مهمونی‌های سفارت میرین، به شما دست شما مشروب میدن، میگن بخورید. یه عده هستن خب ظرفیت ندارن، بهشون گفتم که شما روغن زیتون بخورید که شما رو نگیره. من به اکثر ایرانیایی که بدمستی میکنن تو مهمونی‌ها و توی کنسرت‌ها و در مجامع عمومی یا در خانواده بدمستی میکنن پیشنهاد میکنم که قبل از رفتن به این مهمونی‌ها از روغن زیتون استفاده بکنید. ولی این خانم هم ممکن استفاده کرده، ولی نه برای معده‌اش بلکه برای جای دیگه‌اش. عرض شود که عرض کردم میگن که به هر کس که مینگریم در شکایت است، در حیرت هم لذت دنیا به چه کسانی تعلق داره. خب مسلما کسانی هستن که من دیدم اینا یاختایی دارن که به اصطلاح کشتیایی دارن که کشتیایی دارن که 25 میلیون دلار قیمتشه و فقط کشتی هم که نیستش که کاپیتان کشتی و به اصطلاح زیر دست کاپیتان 3 نفر دیگه کار میکنن و بجز اون خدمه کروی که برای پذیرایی مهمونا هستن، اینا یه موقع 7 نفر اونجا کار میکنن. این 7 نفر ماهی 25,000 یورو 30,000 یورو هزینه شونه و بجز اون چون این یاختا اجازه ندارن موتورشون خاموش بکنن، بعد موتورشون مرتب روشن باشه و کار بکنه. اکثرشون هم 2 موتور دارن و حالا در حالت خوبش اینه که یه موتور خاموش میکنن ولی یه موتور دیگه‌اش روشنه که برق تولید بکنه و بعد اون پوزیشن خودش و موقعیت خودش رو دست نده روی آب، مگه اینکه بهش میگن فور آنکا، یعنی که وقتی به اصطلاح اون لنگر رو که میندازن پایین میتونن مثلا اونم در آبهای کم آب، در جایی که عمق آب 150 متر 200 متر باشه که لنگر کار نمیکنه، که در جایی که عمق آب کمه 60 متر 70 متر 40 متر هستش میتونن موتور رو خاموش بکنن. مشکل بعدی اینها این هستش که این ثروتمندانه که این کشتی ها هر کدومشون در سال 100-120 هزار لیتر فقط گازوئیل مصرف میکنه، اونم فقط برای یه سزون 3 ماهی، یعنی یک دوره 3 ماهه و بعد از 3 ماه اگر بخوان زمستون هم که اون کشتی ها استفاده بکنن باید
دوباره 120 هزار لیتر گازوئیل بزنه، نزدیک 250 هزار یورو میشه. با اون هزینه خدمه و اینا سالی 500,000 یه دونه کشتی یه یاخت هزینه داره و در واقع یه عده بسیار خوبه، خیلی خوبه و به خصوص اینا در ایتالیا، در جنوب فرانسه، در یونان اینها زندگی ویلاهای خیلی خوبی دارن. در آلمانیا هم همچنین ویلاهای خیلی شیک و خوبی دارن. اسپانیا، در اسپانیا و عرض شود که موناکو و هزینه‌اش هم میدن، یعنی هم هزینه سنگین خونه‌شون رو میدن، هم هزینه سنگین کشتیاشون رو میدن و زندگی خوبی دارن. اینو اکثرا به صدا کار آزاد دارن و حالا شرکت های کوچیک هست که از 1,000,000 یورو در میارن تا مثلا 1,000,000,000 یورو. 1,000,000,000 یورویش مثلا شرکت سیکسه که من خودم شاهد بودم، ایشون با هلیکوپتر و وکلاش اومد به اصطلاح ویلا بخره. 85 میلیون یورو فقط شرکت پول ویلا شده بود که خریدن و الان اونجا زندگی میکنه اون آقا، در صاحب شرکت سیکس. یعنی که این آقایی که نوشته که به هر که می‌نگریم در شکایت هست، در حیرت هم لذت دنیا به کام کیست. در واقع خیلی هستن دنیا به کامشون هست ولی خیلی کمن، 1% ولی باقی مردم 99% ملت جهان من میتونم به شما قول بدم ناراضی هستن. حشمت که اینم در مورد گله مردم در مورد فقر و بیکاری و مهاجرت و گرونی و مرگ و میر و از این صحبت ها. حشمت که در مورد آقای محسن سازگارم که دیدید که با اینکه افشاگری شده بود اینا ولی صدای آمریکا اصلا به رو خودش نمیاده که این آقا با سپاه پاسداران همکاری میکنه و ایشون رو بازم من دیدم دیرو شب بودش دعوت کرده بودن، برنامه اجرا میکردن. در مورد خانم نسرین محمدی و تیم این هم که به اصطلاح رفته بودن به برای جشن جایزه نوبل، اینها اکثر مردم صداشون در اومده که اینها اکثرا لابیست های جمهوری اسلامی هستن و کشورهای غربی هم با دادن جایزه نوبل میخوان از اینها حمایت بکنن که اینها هم در واقع جانشین خانواده پهلوی در ایران بشن و در واقع یه حکومت من درآوردی آشغال مثلا ایتالیا یا مثلا مثل یونان جمهوری نیست که اینا همشون. فرانسه هم همچنین شده الان. تمام کسانی که میان سر کار اکثرا آدمای بی‌لیاقت هستن و بعد از اینکه الان فکر میکنم مکرون باشه، فکر میکنم نه کدومشون بودش، یکیشون قبل از ایشون بودش، ایشون الان به جرم فساد محاکمه شده و برایش هم زندانی بریدن. حالا تو زندان هست یا نه من خبر ندارم. یعنی که اینا هم دنبال این قضیه هستن که ایران رو هم به گند بکشن مثل کشورهای خودشون. آلمان هم به گند کشیده شده، خودشون هم میدونن مشکلات زیادی دارن. دولت آلمان هم باید عقب نشینی بکنه. مرسی عزیزان، من نمیبینم عزیزان، نه در فیسبوک میبینم نه در یوتیوب میبینم، ولی لطف میکنید اگه برنامه تموم شد پخش بکنید و بفرستید برای دوستان. مسئله اصلی که من الان راجع صحبت میکنم الان این هستش که اینا مقدمه بودش. دوستانم یه تعداد جمع شدن در فیسبوک و در یوتیوب. مسئله اصلی این هستش که من قول داده بودم که یه اقدامات عملی بکنم برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. همونطور که ملاحظه کردید الان در کانادا یه عده فعال شدن و میخوان که ایرانی هایی که از جمهوری اسلامی اومدن با ثروت زیادی اومدن، حالا کارمنده رادیو تلویزیون هستن، کارمنده وزارت اطلاعات هستن، در شرکت بخش خصوصی هستن، در بخش دولتی هستن، سپاه پاسداران هستن، به کانادا رفتن. 800 نفر لیستشون تعیین کردن که اینها باید کشور رو ترک بکنن و کشور کانادا هم خودش نمیخواد این کار بکنه ولی دو فشاری که بهش آوردن، فشار بین‌المللی که آوردن، در واقع اقدام کردن که یه چند تاشون رو از کانادا بیرون کنن. ولی لیست ما 800 خورده ایرانی هست در اونجا و در آمریکا هم 5000 نفر 5200 نفر هستش. در روسیه هم هستن، در عرض شود که نیکاراگوئه هستن و در عرض شود که در تایلند، تایوان، آلمان، لندن، انگلیس، در ولز، عرض شود که در ایرلند، در سوئیس، در سوئد، در اتریش،
اکثر کشورهایی که وضعیت مالیشون و وضعیت بانکیشون قوی تر هست از کشورهای دیگه، اینها فرار کردن و پولهای ایران رو بردن اونجا. من قول داده بودم که به اصطلاح برنامه‌ام رو از سال آینده عوض بکنم. گفتم از پاییز. خیلی روش کار کردیم، خیلی روش کار کردیم این قضیه و وقت من خیلی گرفته. خیلی خود من کار دارم ولی وقتم خیلی گرفته بود، ولی به نتایج مثبتی رسیدم که به بعضی از دوستان هم اعلام کردم. ببینید، هدف من این هستش که اولا شماره تلفنی که این بالا هستش یه گروهی هست به نام ایران 24. دوستانی که میخوان برای من پیام بذارن و با من در تماس باشن، من این گروه ایران 24 رو تقریبا هر روز 2 دفعه 3 دفعه باز میکنم و پیام دوستان رو میبینم و خواهش میکنم که دوستان عزیز در عضو این روم گروه ایران 24 بشین از طریق واتساپ روی این شماره موبایل من. خصوصی برای من موبایل چیزی نفرستید، برای اینکه هی دنگ میکنه و من باید نگاه بکنم، فکر میکنم که یه مسئله خیلی مهمه. برای اکثرا میبینم که ویدیوهایی میفرستن که بعضیشون رو من قبلا خودم هم دیدم، جای دیگه دیدم یا اینکه اصلا خودم پخش کردم. به همین دلیل خواهش میکنم روی گروه بذارید، گروه ایران 24، و هم دوستان ما ببینن و همین که من این به اصطلاح اینا رو ببینم. به همین دلیل هستش که این مسئله خواهش میکنم گروه ایران 24 رو روش کار بکنید و بیشتر مطالبی که میخواید به من بفرستید بذارید اونجا که ما هم ازش استفاده کنیم، دوستان استفاده کنن و همین که به اصطلاح پیامایی که میخوایم بذاریم عمومی بذاریم که دیگران هم بخونن چی هستش. و هدف من این هستش که ببینید امسال در این سال 2024 یک شکایتی میخوام از دولت آلمان بکنم. شکایتی که دولت آلمان میخوام کنم به دادگستری آلمان هستش. علتش هم عرض کردم، این ایرانیایی که از ایران فرار کردن من واقعا دلم میسوزه براشون. اینا جوانایی هستن که خیلی من اینا رو که میبینم اصلا ناراحت میشم. جوانایی هستن که با آرزو عرض شود که با اون جوانی از دست رفتهشون اومدن اینجا دنبال یه چیزی هستن که در واقع فکر میکنن که در اروپا یا در آلمان میتونن بهش برسن. ولی من خیلی از ایرانی‌ها رو دیدم که بعد از 30 سال 35 سال هم بهش نرسیدن. یه مثال کوچیک برای شما میزنم. یه آقایی رو من میشناسم، مثلا تاکسی داره، 2 تا تاکسی داره و در نزدیکی منزل من ایشون منو نمیشناسه ولی من میدونم که ایرانی هستن اینا، برای اینکه پرده هاشون از ایران آوردن، اینا معلوم از بیرون که از ایران میرن و میان اینا. و ایشون زمستون که میشه چرخای لاستیکای زمستونیشون رو مثلا خودش میره میبنده. هیچ کس در آلمان این کارو نمیکنه الان. چرا؟ برای اینکه از نظر ایمنی درست نیست که شما چرخ خودتون ببندید و میبرن میدن که مثلا تعمیرگاه‌های مجاز مخصوص اتومبیلایی که نو هستن که اصلا اجازه ندارن خودشون ببندن، همه سرویسشون رو باید همون شرکت بکنه، مثل مرسدس یا بی ام و. اونایی هم که ماشین دستون دارن میبرن میدن به شرکتایی که اگر تصادف رانندگی بکنن و اشکال فنی بهش میگن داشته باشن مقصر شناخته میشن و همه زندگیشون از بین میره، ماشینشون از بین میره، بیمهشون از دست میدن، گواهینامه‌شون از دست میدن. برای چی؟ برای اینکه خودشون کردن. این آقا هر سال زمستون ایرانی هستش، لاستیکای زمستونش من میبینم خودش تو خیابون خودش سوار میکنه. اصلا یه چیز عجیب غریبیه. هیچ کس شما هم چیزی نمیبینه که تو خیابون یکی مثلا لاستیک تابستونی زمستونش عوض میکنه، مگه اونایی که گاراژ دارن یه امکاناتی دارن که اونا هم نمیکنن. به همین دلیلش من ایرانیایی که میبینن میان اینجا من واقعا متاسف میشم از این فرار ایرانی ها و چون دیدم تو این نزدیک 40 سال من تو آلمان هستم، دیدم که اینا اکثرا در آخر کار خوشبخت نمیشن و دنبال یه چیزایی هستن که بعد بهش نمیرسن و یا اینکه یه سراب بیشتر نیستش. به همین دلیل هستش که من تصمیم گرفتم که در مورد مثلا این 100 خورده هزار ایرانی که خارج از کشور اومدن از طریق برنامه لایف و زنده من جلو دارم میگم، برنامه لایف هم میذارم و دوستان میتونن ببینن در ایران و در آلمان و خودشونو با من تماس بگیرن. یک در واقع ما شکایت نامه می نویسیم که تمام اونایی که فکر میکنن که
از ایران اومدن به خاطر فرار از زندان یا اعدام یا اینکه خانوادهشون مثلا تحت فشار سیاسی و اقتصادی بوده و فرار کردن اومدن اینجا و ضربه بهشون وارد شده یا اموالشون مصادره کردن یا زندان بودن فرار کردن از ایران اومدن، میتونن زیرش رو امضا بکنن. و این شکایت بر این اساس هستش که من خودم شخصا میخوام شکایت بکنم. دلایل شکایتم هم این هستش که به طور مثال میگم که مثلا من 40 سال در آلمان هستم. این 40 سالی که در آلمان هستم دولت آلمان با جمهوری اسلامی همکاری کرده، معامله کرده. شرکت‌های آلمانی BMW، مرسدس در ایران BMW ضد گلوله میفروشن به سران دولت جمهوری اسلامی، اسلحه میفروشن، مواد شیمیایی میفروشن، مواد قطعات الکترونیکی میفروشن که اینها در این پهپادها ازشون استفاده میکنن. و زندگی در داخل کشور، در اوکراین، در خاورمیانه و حتی در آلمان اینها زندگی ها رو نابود کردن. آقای فریدون فرخزاد یه فرزندی داره به نام رستم و این عقب افتاده است. نمیدونم والا دوستان جوان میدونن یا نه. و آنیا اسم همسرش بودش، یا خدای اسم قدیمی تر داره، آنیا جدیدتر، اسم قدیمی تر داره، اینگریت مثل فکر میکنم. و ایشون به اصطلاح فرزند عقب افتاده داره و فرزند عقب افتاده ایشون در واقع بدون سرپرسته. میدونید سنش هم حتما رفته بالا، حتما هم بالاست، ولی بی سرپرسته. و این زندگی های خیلی ها رو جمهوری اسلامی با این قتل ها، خانواده محمدی یا خانواده آقای شرفگندی و خیلی ها رو نابود کردن. و ما از دولت آلمان میخوایم خسارت بگیریم. خسارتی که ما میگیریم به این شکل هستش که من تقاضا میکنم که دولت آلمان به خاطر اینکه در بردن شاه از ایران عملاً و علنا دست داشته و امضا کرده، من نمیتونم در آمریکا اقدام بکنم. حالا ممکنه در آمریکا هم این کار بکنیم، ولی از دولت آمریکا خسارت بخوایم برای نه دولت ایران بلکه برای ایرانی‌های پناهنده‌ای که در اثر شورش 57 به این شکل افتادن یا در زندان خانواده‌هاشون و بچه‌هاشون رو اعدام کردن و یه عده‌شون خارج از کشور اومدن. خانواده جهانبانی که همسرشون هم در لندن بودن اخیراً فوت کردن. و عرض شود که خانواده خسروداد و خیلی از این خانواده‌ای که خسارت دیدن، ما برای به طور یک شکایت دست جمعی بکنیم. دقت بکنید، حالا اگر من هم تواناییشو نداشتم، فرض بگیرید که مثلا در لندن این کارو بکنم، ولی دوستان میتونن در لندن هم نمونه، یعنی یک بهش میگن که شکایت دست جمعی، یک شکایت دست جمعی بکنن، مثلا 600 نفر 700 نفر امضا بکنن یا 7000 نفر امضا بکنن یا 70000 نفر امضا بکنن و این شکایت میره توی دادگاه. و توی دادگاه هم وقتی موفق پیروز بشن، دادگاه آلمان دولت آلمان رو موظف میکنه طبق اون پیروزی که مردم ایرانی ها به اصطلاح به دست آوردن، موظف میکنه که مثلا فرض بگیرید که هر ایرانی فرض بگیرید که 250,000 دلار خسارت بدن و در مجموع مثلا ضرب در فرض بگیرین 7000 نفر باشه، یه فکر میکنم اشتباه نکنم، ولی من ماشین حساب ندارم اینجا، ولی فکر میکنم یه رقم نزدیک فکر میکنم نزدیک 150 میلیون دلار میشه یا شاید بیشتر، 150 میلیون یورو بشه، نه بیشتر میشه. 7000 تا 250,000 تا 7000 تا من صفراشو حساب کنم، 7000 تا 3 تا صفر داره، اینم 250,000 یورو، اینم 3 تا صفر داره، 7 تا 25 تا بدید، 7 تا 25 تا 7 5 تا 35 تا 3 داریم، تا 7 تا 14 تا 3 تا 15 تا 5 تا 35 تا 7 تا 14 تا اینم 3 تا 15 تا 155 تا به اضافه 6 تا صفر جلوش میشه 155 میلیون یورو میشه. بله 155 میلیون تقریبا اگه اشتباه نکنم، حالا گوشه کاغذم هم جا نداشت تون نوشتم. و بعد
155 میلیون یورو میشه اگر اشتباه نکنم. فکر میکنم بیشتر بشه، اگه 250,000 تا 4 نفرش میشه 1 میلیون، شاید بشه 1 میلیارد و 500 اگه اشتباه نکنم. حالا یکی از دوستان حساب میکنه من بعدا بگم. حالا هر رقمی شد. چرا مهمه این رقم و چرا باید شکایت بشه؟ برای اینکه ما یه رقمی داریم که ما اینقدر میخوایم، برای هر ایرانی 250,000 تا میخوایم و بعد یا دادگستری آلمان، قوه قضاییه آلمان این تقبل میکنه خسارت رو. البته این جدید نیست، هم به یهودیا دادن خسارت، خونه هاشون رو برگردوندن، تابلوهاشون رو دادن، پول خونشون رو دادن، هم به اصطلاح به کولیا دادن، سیگوینه ها دادن، و هم به کشورهای خارجی مثل ایتالیا، نمیدونم یونان، دههایی بودن که روستاهایی بودن که مثلا 250 نفرشون اعدام کردن و 250 نفر اعدام کردن، مثلا 250 تا 250,000 یورو دولت آلمان پول داد به اینا، خسارت داد. اگر دادن خب دادن، ندادن بعد مرجوع میشه به دادستانی کل کشور شاهنشاهی ایران و ما کشور شاهنشاهی ایران به اصطلاح ما این خسارت رو از طریق مقامات قضایی خودمون و یا جریانات قضایی دنبال میکنیم، ابلاغ میکنیم که مثلا 7,000 ایرانی 151 میلیارد و 500 میلیون یورو از دولت آلمان خسارت میخوان، یا میدید یا نمیدید. اگه دادید اگه ندادید ما به اصطلاح اموال شما رو مصادره میکنیم، در ایران و در خارج از کشور مصادره میکنیم و با فشار این پول رو میگیریم و تقسیم میکنیم بین ملت ایران. این البته من برای خود منم نیستش، هیچ علاقه من ندارم به این شکل به اصطلاح درآمد داشته باشم و امروز من دو تا معامله کردم. یکی به اصطلاح معامله یک کشتی یاخت و یکی هم یه شرکتی که میخواد با شرکت من همکاری بکنه، اونم خودش چند میلیون یورو درآمد داره در سال. یعنی که من علاقه به این مسئله خسارت شخصا ندارم، ولی برای اینکه شروع بکنم من باید شخصا شکایت بکنم. یعنی اینکه من معتقدم، واقعا یه چند وقت پیشم سر همین قضیه بازنشستگی مشکلی داشتم و به قاضی شکایت کردم، به قاضی نشوندم که اصلا علت اصلی این که من به اصطلاح رقم بازنشستگیم کمه اینه که ما از ایران فرار کردیم. اگه ما در ایران بودیم الان باید بازنشستگی کامل میدادن و مؤسسه کیهان هم که خب متعلق 18.5% متعلق به پدر بنده است. یعنی که اصلا مسئله بازنشستگی و حقوق کم یا زیاد اصلا مطرح نبوده، ولی نه اینکه حالا به خاطر بازنشستگی هم است، به خاطر این هستش که اینا دارن حق خوری میکنن. یعنی که ما اون ایرانیایی که فرار میکنن در ایران بیمه بازنشستگی دادن و میان اینجا، بعد اینجا بهشون دیگه نمیدن. ببینید یارو طرف آدم، اون شخص، اون خانم، اون آقا در ایران مثلا 7 سال کار کرده، میاد اینجا، اینا از اون بعد از 7 سال تازه اون 7 سال از بین میره، ولی اون 7 سال خیلی مهمه، اون 7 سال اولش خیلی مهمه. میان هستش که من شخصا خودم این شکایت رو میکنم و از تلویزیون یورتایم تیوی هم خواستم که برنامه رو پخش بکنن، که البته نه این برنامه است، این فقط یک مقدمه است و اعلام میکنم که من دوستانی که نمیشنون که یه همچین کاری ما میخوام بکنیم. تمام دوستانی که در آلمان هستن به دوستان خودشون اعلام میکنین که موتی میخواد یه همچین کاری بکنه و یک حمایت بکنه و ما یک سایتی درست میکنیم. به اصطلاح تو این سایت شما نه از این سایت هایی که میذارن 3 روز بعد از 3 روز امضا جمع میکنن، یه پول جمع میکنن، این حرفا، نه اصلا پول هم نمیخواد جمع میکنین. هزینه دادگستری، هزینه شکایت رو، وکیل، اینا رو خود من میدم، ولی وقتی من پیروز شدم این رو کپی میکنم و به همه ایرانی ها میفرستم یا میذارم تو سایت ببینن و هر کی اینو دستش باشه بده به وکیلش، بگه که میگن که شکایت موستر بهش میگن، یعنی که یه نمونه است، یه نمونه برنده شده، پیروز شده و شما میتونید هر کدومتون از طریق وکیل خودتون این رو چاپ بکنید، ببرید بدید شماره پرونده رو و اون هم همون 250,000 یورو دلاری که میخواد میگیره. البته در مورد من اجازه بدید من رقم بیشتر تقاضا بکنم، برای اینکه اگه یکی بیاد فرض بگیم که کارگر بوده اینجا تقاضا بکنه بهش این رقم رو نمیدن، ولی چون من ادعا میکنم که مؤسسه کیهان 18.5% مال پدر من بود و کتابای پدر من هپو کردن در ایران، حق نشر ما رو از بین بردن، حقوق ما رو همه از بین بردن، خانوادگی ما رو از بین بردن، و همین دلیل هستش که ممکنه من بتونم رقم بیشتری بگیرم، مثلا فرض کنید از آقای ایکس یا خانم ایگرگ که از ایران اومده. البته ممکن کسای دیگه هم باشه. اگر کسی هست که رقم بیشتری فکر میکنید که من بالای
فرض بگیرید که بالای مثلا 2.5 میلیون یورو خسارت دیده بر اثر اومدن جمهوری اسلامی که هستن. میدونم آقای وهابزاده مثلا ایشون، البته آقای وهابزاده با جمهوری اسلامی هم کار میکنه، شرکت بی ام و رو بعد از اینکه جمهوری اسلامی سقوط کردش، حکومت شاهنشاهی ایران سقوط کرد، اینها آقای وهابزاده شرکت رو برد در دبی یا قطر و به اون شرکت بی ام گفت شرکت نمایندگی مال منه در ایران و من قرارداد دارم با شما ما قرارداد داریم، من نمیدم به کسی و قطعات رو از طریق من بخرم. و سالهای سال آقای وهابزاده، حالا اگه زنده باشه یا فوت کرده باشه نمیدونم، ولی شاید فرزندانشون ادامه بدن، در واقع درآمد خودشون رو داشتن از بی ام و اگرچه در ایران نبودن. حالا اگه کسی هست که یه همچین کیسی داره که قوی تر از مال من هستش، شما اگر توی همین سایت ایران 24 با من تماس بگیرید، به اصطلاح توی گروه ایران 24، من میتونم با شما ارتباط برقرار بکنم از طریق همین شماره لندن و بعد ببینیم که آیا شما میتونید کمک بکنید برای این مسئله یا نه. خب پس اینجوری شده که من شکایت رو میکنم، تا 9 به من دادگاه وقت داده که به طالب شکایت ها میرسم و بعدم نوشتن خیلی مهمه، نوشتن که شما به چی نوشتن که شما به چی حمله کردید، کلمه آلمانیش رو من ترجمه میکنم، به تریتوریوم آلمان حمله کردید، یعنی که اوهاید آلمان، یعنی که به چه میدونم به فارسی میشه مثلا به مقدسات جمهوری اسلامی حمله کردید و باید تا روز 9 ژانویه به اصطلاح اون شکایتی که کردید یه تکمیل نامه بنویسید و بفرستید که ما این رو بررسی بکنید. احتمالا میره به بوندسورفاسونسگریشت، به گریشت بالاترین مقام قضایی آلمان و در اونجا اگر قبول بشه، اگه قبول نشه من این پرونده رو بهشون اونجا ابلاغ میکنم که در ایران ادامه پیدا میکنه و ما اونجا در دادگاه بدون با حضور شما یا با حضور نماینده سفیر یا دولت آلمان این دادگاه رو ادامه میدیم و با هر ایرانی که اومده به پناهنده شده به آلمان به خاطر اینکه کشور آلمان نقش داشته یا اروپا کلا، اتریش بوده، سوئد بوده، سوئیس بوده، فرانسه بوده، انگلیس بوده، اینها هر کدوم باید به پناهنده‌های ایرانی 255,000 دلار به اصطلاح 250,000 دلار یا یورو خسارت بدن و ما این رو در ایران دنبالش رو میگیریم و در واقع این یک شکایت دست جمعی. اینو خواستم بگم به شما. من این رو به تلویزیون یورتایم تیوی گفتم و قرار شد یک برنامه لایف بذاریم که ما تا روز اول ژانویه که همه ایرانی‌ها در آلمان خودشون رو آماده بکنن برای این مسئله. و چرا؟ 2 دلیل داره. یکی این که ما اون کار تعقیب و مجازات ایرانی‌ها و پول‌هایی که از ایران آوردن، مثلا آقای رفیق دوست در فرانکفورت با برادرش 500 میلیون یورو پول دزدیدن آوردن، اینها رو ما تعقیب بکنیم. و اینکه آقای رفیق دوست رئیس بنیاد مستضعفان بوده و 500,000 یورو دزدیده بوده در آلمان، در تو بانک هم هستش. برادرش برده مبلغش رو در فرانسه. و اول اینکه اینها متوجه بشن که ایرانی‌ها هوشیار هستن و حالا چه میدونم ایران هم که بخوان تجزیه بکنن، نمیدونم بمبارون بکنن، ولی میتونه، یه ایرانی هم میتونه اگه ایران 1 متر در 1 متر هم که باشه اسمش ایران باشه، میتونه بره دادگاه بین‌المللی و این پول رو از اینا بگیره و این یه خسارت خیلی سنگینیه برای دولت آلمان و برای مردم آلمان و کشور آلمان و تاریخ آلمان. به همین دلیل من از همه هموطنان عزیز میخوام که حمایت بکنید و بعدم که من این کاری که شروع بکنم، در واقع اون شغلی که قراره در ایران دادستانی هستش، اگر اینجا موفق بشم این خودش یک اولین قدم موفقیت آمیز هستش. در کیس های آینده به همین شکل ما در آمریکا، در کانادا، در فرانسه، در لندن، در هر شود که کره جنوبی، در تایلند، جایی که پولا رو بردن، آقای اکبر خوشگوش یه بزرگترین دیامانت الماس ایران رو داره در یکی از صندوق های امانت در تایلند هستش و 150 میلیون دلار قیمتش بوده قبل از کرونا. الان به 450 500 میلیون دلار قیمتش اون جواهر است که یه سنگ تقریبا 1.5 سانتونیم در 1.5 سانتونیم هستش، الماسه. و
$150 میلیون از پولهای دزدی و موقع یا قتل‌هایی که انجام داده بود گرفته بوده، پول گرفته بوده، برده بود این خریده بوده و ما باید اینا رو به ایران برگردونیم و این در واقع این یه بخشی از سازندگی ایران، پولهایی که دست ایرانی مثل حالا یا خصوصی خرج میکنن، خونه میخرن در ایران، اتومبیل میخرن، هزینه تحصیل بچه‌هاشون میدن و یا اینکه دولت مثلا این پول رو میگیره و باز هم هزینه مدارس به اصطلاح استان سیستان و بلوچستان و یا اینکه خوزستان و یا کردستان و یا خراسان جنوبی یا از همین اطراف تهران هم قد از این روستاهای بدبخت ما داریم که نیاز به مدرسه و نمیدونم کامپیوتر و تخته دیجیتال و از این صحبت دارن. به هر جهت من اینو اعلام میکنم، این قدم خیلی بزرگیه و خواهش میکنم هر کسی حالا از نظر قضایی میخواد کمک بکنه. پول نیاز نیستش، ولی باز هم اگر کسی بخواد کمک بکنه ما نمیگیم نه. من تو اون سایتی که باز میکنیم یه حسابی هم میذاریم پیپال، اگر کسی خواست کمک بکنه کمک بکنه. یه حساب به اصطلاح فقط برای کمک هستش اگر کسی خواست بکنه. قبلا خب دوستان میکردن یه رقمای $100 $200 میدادن، اینا کمک میکردن، ولی شما میدونید که کار سیاسی خیلی خیلی هزینه داره و در واقع اگه کسی هم خواست کمک بکنه میتونه کمک بکنه، حالا از $1 گرفته تا $1000 یا بیشتر یا کمتر. به هر جهت امیدوارم که همه مردم موفق بشن در این راه و به اون حقوق حقیقی خودشون برسن و به در واقع به آرزوهای خودشون هم که جمهوری اسلامی اونها رو همه رو برباد داده به زودی برسن. سپاسگزارم، موفق و مؤید باشید. اجازه بدید من برنامه رو اینجا یوتیوب قطع بکنم. خواهش میکنم دوستان اینو برای همه بفرستید و هر کسی هم عضو به اصطلاح اون واتس اپ ایران 24 روی این هندی موبایل من نشده همین الان عضو بشیم و به اصطلاح برای منم پیام بفرستید یا برای دوستان و نوارایی هم که دارید بذارید که همه ببینن. سپاسگزارم، موفق باشید. پاینده ایران تا برنامه بعدی در سال 2024 برنامه روی لایف هم که دوستان میبینن، حالا یا 23 24 25 26 27 28 29 یا 30 ژانویه 31 ژانویه دسامبر پخش خواهد شد. سپاسگزارم از شما تا برنامه بعدی. پاینده ایران. جاوید شاه. خب اینم اینجا خاموش میکنم. موفق باشید دوستان. هر کی اینو میبینه اینم پخش بکنید، خواهش میکنم. خب اینم از این.
خب از اینو